سلام. تا اینجای ماجرا رو از زبان عمر شنیدید، پسری که وقتی به سن جوونی میرسه دختری از تبار جن عاشقش میشه و در شب عروسی پسر خودش رو بهش نمایان میکنه. عمر که از زیبایی خیره کننده مریه انان از کف داده بود باهاش هماغوش میشه و وصلت پسر انس و دختر جن شکل میگیره. مریه از عمر میخواد که از خونه پدری عمر فرار کنن که عمر میگه من زن دارم و با فرارم آبروی خانوادم میره. دختر جن نقشه‌ای میکشه، میگه از این خونه به همراه زنت گلتن به خونه دیگه‌ای بریم، من پول خونه رو بهت میدم، ولی تو به پدرت بگو که کار پیدا کردی و همراه زنت قصد ترک اینجا رو داری. و حالا ادامه ماجرا. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. پدرم که مرد با سیاستی بود گفت کجا کار پیدا کردی؟ بگو که پرسجو کنم. نمیدونستم چی بگم، اما یه لحظه به فکرم رسید. گفتم یه دکانه که صاحبش پیره و نمیتونه بیاد دکانداری کنه، به همین خاطر به من سپرده تا من به جاش تو دکانش کار کنم. چند روز پیش که رفتم به دکانهای همسایه سپرده بود تا کسی رو پیدا کنن و معاینه پولی بهش بدن. دوستان منو معرفی کردن. بعد از حرف با پدرم داخل اتاق رفتم و به مریه گفتم حالا چی کار کنم من؟ گفت تشویش به دلت راه نده، من میرم درستش میکنم و باز میگردم. شب که برگشت دیدم تو دستش یک کیسه نخی پر از طلاست. گفت این طلا ها رو بگیر و برو فلانجا یه دکان قدیمی بدون صاحبه، اون رو بخر و با باقی این طلاها زرگری کن. من هم قبول کردم و انجام دادم. چند وقتی گذشت مردم منو عمر زرگر صدا می کردن و اسم و رسم دار شده بودم. مریه برای من رزق و روزی زیادی داشت. پدرم شک کرد، اما من به چند تا از دکاندارایی که دیوار به دیوار دکانم بودن پول دادم و گفتم اگه پدرم پرسجو کرد بگید که این دکان برای فلان پیرمرده که مدتی مریض بود و فوت کرد و چون وارثی نداشت و از من راضی بوده دکان رو به من بخشیده. وقتی خانواده‌ام شنیدن خوشحال شدم. شبها گلتن رو به اتاق خواهرام میفرستادم و خودم به بهونه حساب کتاب میرفتم خونه اون طرف حیاط همراه مریه میخوابیدم. هر رابطه‌ای که با مریه داشتم انقدر از من انرژی و توان میگرفت که احساس میکردم هر روز ضعیفتر میشم. اما هر چند وقت یک بار به زور و زاری مادرم همراه گلتن رابطه برقرار میکردم. با اینکه با گلتن رابطه کمی داشتم، اما چند وقت بعد گلتن از من حامله شد. مریه هم شروع کرد به بهانه گرفتن که باید خونه رو عوض کنیم و اصلا از وضعیت راضی نبود. گاهی خیلی هیاهو میکرد و هرچی که دم دستش میومد اونو به زمین میزد و میشکست و منم ازش میترسیدم. هرچی نباشه اون از نسل انسان نبود و قدرت‌های عجیبی داشت که ما انسان‌ها از داشتنش عاجز بودیم. هر بار که صدای شکستن چیزی می اومد مادر و خواهرام داخل اتاق می اومدن و فکر می کردن که من این کارو کردم. تعجب می کردن. منم طوری جلوه می دادم که انگار اعصابم خراب بوده و من شکستم. با فشارهای زیاد مریه مجبور شدم خونه بخرم. خونه‌ای که خریده بودم خیلی دلباز بود. داخل باغش
پر از درخت و گل بود و انتهای باغ یه اتاق تاریک بود که اون اتاق رو مریه برای خودش انتخاب کرد. من و مریه داخل اتاق آخر باغ زندگی می کردیم و به خاطر اینکه گلتن تنها نباشه یکی از خواهرام آوردم پیشش که هم صحبت هم باشن. روزها در حال سپری شدن بود. همین که گلتن حامله شده بود مریه هم بچه میخواست و من کاملا درمونده شده بودم و نمیدونستم که چی کار باید بکنم. عروسی با مریه اشتباه بود و من نمیخواستم که اشتباه دیگه ای انجام بدم و به خاطر عشق به مریه بچه‌ای بیارم که نمیدونستم چی کارش کنم. اگه اولادمون از جنس انسان میشد چی کار میکردم و اونو کجا نگهداری میکردم؟ همه دیگه به این نتیجه رسیده بودن که من دیوونه شدم و داخل خونه اون طرف باغ با خودم حرف میزنم، جنگ میکنم و وسیله میشکنم. اما برای من مهم نبود چون مریه منو تصاحب کرده بود. چند وقتی گذشت و گلتن یه دختر بسیار ناز به دنیا آورد. من هر روز بیشتر به طرف گلتن کشیده می شدم و گلتن برام عزیزتر می شد. این موضوع مریه رو آزار می داد و خشمش بی کنترل شده بود. از ترس مریه به طرف گلتن نمی رفتم. چند باری که دید با دخترم بازی می کنم و گلتن رو می بوسم منو تهدید می کرد و می گفت دخترتو می کشم. تازه کم کم می فهمیدم که این زن چقدر خطرناک می تونه باشه و من هر روز افسرده تر می شدم که چی کار باید بکنم. سالها به همین منوال سپری شد تا اینکه 25 ساله شدم. اما به خاطر مشکلات روحی که برام به وجود اومده بود بیشتر از سنم می خوردم. گلتن چهرش از یه دختر نوجوان خارج شده بود و شده بود یه خانم کامل و زیبا. حسادت‌های مریه هم روز به روز بیشتر می شد. گلتن تمام سعیش رو می کرد که منو جذب خودش کنه، اما من از ترس مریه گوشه‌گیر شده بودم. همیشه بعد از اومدن از سر کار به خونه انتهای باغ می رفتم و همونجا می موندم. چند روزی از مریه خبری نشد و من فکر کردم که از این کاراش خسته شده و دیگه بر نمیگرده. اما با وجود عشقی که به من داشت بعید میدونستم که بر نگرده. از نبودنش استفاده کردم و به گلتن و دخترم که اسمش پریناز بود نزدیک شدم و تازه فهمیدم که چقدر زندگی شیرینی دارم و این مدت من از اون غافل بودم. من عاشق مریه بودم و خیلی دوستش داشتم، اما ادامه زندگی با اون ناممکن بود. گناه گلتن و پریناز چی بود که باید تنها میموندن؟ همه فکر میکردن که من دیوونه شدم. چند شب بعد تو اتاق مشغول بازی با پریناز بودم که سایه مریه رو دیدم. از داخل باغ به من اشاره میکرد که بیا. بلند شدم و به پریناز گفتم میرم به کارام برسم. وقتی رفتم داخل اتاق مریه منو با زیبایی و اندامش مدهوش خودش کرد و هماغوش شدیم. اما مدام به آرومی ذکری میخوند که نمیفهمیدم چی میگه. برام هم تو اون لحظه مهم نبود که چی میگه. وقتی باهاش هماغوش بودم نمیدونستم زمان چجوری میگذره. اون یه زن فوق‌العاده بود. ازش پرسیدم این چند روز که نبودی کجا بودی؟ گفت رفته بودم پیش خانواده‌ام. وقتی فهمیدن که با تو عروسی کردم خیلی منو لعن و نفرین کردن و از من خواستن که پیششون برگردم، وگرنه میان اینجا و زندگی تو رو به هم میریزن. مدام گریه میکرد. من بغلش کردم و آرومش کردم. بهش گفتم منم عاشقتم و دوری از تو برام سخته، اما فعلا بمون تا با هم فکری بکنیم. تو ذهنم فرصت رو غنیمت دونستم، باید تحریکش میکردم به رفتن از اینجا.
شبها میخواست تنها باشه و فکر کنه. منم قبول میکردم و میرفتم پیش گلتن و دخترم میخوابیدم. البته با فاصله تا ناراحتی مریه بیشتر نشه. نصف شبها صدای گریه مریه از اتاق داخل باغ میومد. دخترم خیلی میترسید، اما من بهش میگفتم که صدای همسایه است، نترس دخترم. چند روزی به همین حالت سپری شد که یه شب مریه منو صدا کرد و گفت حامل است. دهنم از تعجب باز مونده بود. نمیدونستم چجوری این اتفاق افتاده. تو سرم سوالات زیادی بود، اما نمیخواستم که واکنش بدی نشون بدم. تو ذهنم فقط میگفتم چرا حالا که راضی به رفتن شده بود چرا باردار شده؟ که خودش گفت چند روزی که نبودم رفته بودم پیش خانواده‌ام. وقتی برخورد اونا رو دیدم فهمیدم که باید ترکت کنم که در امان باشی. تصمیم گرفتم که یه بچه از تو داشته باشم تا اون همیشه باشه و داغ نبودنت رو برای من کم کنه. به خاطر همین پیش یکی از بزرگان طایفمون که پیر بود رفتم و تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. اون طلسمی به من یاد داد که با خوندنش بتونم باردار بشم و بچه تمام جنسش از من باشه تا همراهم ببرم و بزرگش کنم. حالا هم خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده. بغلش کردم. حس غریبی داشتم. عاشقش بودم. اشک میریخت و منم همراه اون اشک میریختم. حس میکردم که یه تیکه از قلبم میخواد کنده بشه. اما این جدایی برای هر دومون بهتر بود. چند وقت گذشت و سایه هایی داخل باغ میدیدم و ترسیده بودم. شبها صدای ترسناکی از داخل باغ به گوشم میرسید. وقتی از مریه پرسیدم گفت که منو تهدید میکنن که از اینجا برم و اگه بیشتر بمونم ممکنه به شما صدمه بزنن و یا دخترتو با خودشون ببرن. ترس تمام وجودم رو گرفت و بهش گفتم چه وقتی میری؟ گفت امشب بیا که با هم ودا کنیم. در رو بستم و به دکان رفتم. تمام روز تو دکان ناراحت بودم، چون چندین سال با مریه زندگی کرده بودم. دلم نمیخواست شب بشه، اما از طرف دیگه جون دخترم در خطر بود. شب که شد رفتم داخل و به گلتن گفتم امشب یکی از رفیقام میاد به خونه داخل باغ، حساب کتاب داریم. هر صدایی که شنیدی بیرون نیا. گفت چشم و من به راه افتادم سمت اتاق داخل باغ. فاصله تا اتاق انگار 100 سال طول کشید. وقتی رسیدم پای رفتن نداشتم. دلم نمیخواست مریه رو از دست بدم. با اشک در اتاق رو باز کردم. مریه با همون پیراهنی که شب ازدواجمون پوشیده بود منتظر من نشسته بود. با همون زیبایی، با همون فریبندگی نشستم. بغلش کردم. انگار ساعت ایستاده بود. نگاش میکردم و پرسیدم دیگه نمیبینم تو رو. دیگه نمیبینم تو رو. گفت نمیدونم، شاید نه، شاید بله. زمان در دنیای ما فرق میکنه. مدتی که نتونم بیام پیشت، نمیدونم به زمان شما چند سال میشه. صدایی از داخل اتاق میومد. بادی وزیده میشد. حتما اومده بودن دنبالش. به من گفت به صداها توجه نکن و فکر کن شب اولیه که منو دیدی. منو ببوس. به چشماش نگاه کردم. میترسیدم که آخرین باری باشه که اون چشما رو میبینم.
نگاهاش دنیایی از آرامش میدیدم. اونو به آغوش گرفتم و خواب رفتم. وقتی بیدار شدم صبح شده بود و اون رفته بود. نشستم داخل اتاق و زار زار گریه کردم. خواستم از اتاق برم که دیدم یک کیسه پر از طلا دم در گذاشته. اونقدر طلا بود که میتونستم تا آخر عمر بخورم و بخوابم. سالها سپری شد و من صاحب 2 پسر شده بودم. زرگریم رو وسعت داده بودم. یه دکان خوب ما بین بازار اصلی گرفته بودم. جلوی در دکان قبلی هم نوشتم که به یه آدم نیازمند و درست کار داده میشه. بچه هام بزرگ و بزرگتر میشدن و من هنوز هر چند ماه یک بار به یاد مریه تنها داخل اتاق باغ میخوابیدم و غرق فکر اون میشدم. گاهی داخل باغ سایه‌ای میدیدم که حرکت میکنه. وقتی به طرف سایه میرفتم غیب میشد. انگار نمیخواست ببینمش اما حسش میکردم. تو سن 75 سالگی بیماری قلبی سختی گرفتم. تو بستر بیماری افتاده بودم. از خدا میخواستم که یک بار قبل از مردنم مریه رو ببینم. صداش میکردم و گلتن فکر میکرد هزیون میگم. یه شب حالم خیلی خراب شد. به گلتن گفتم میخوام پیشت اعترافی کنم. تمام ماجرا رو از اول تا آخر براش تعریف کردم. از شنیدن حرفام وحشت کرده بود و فکر میکرد دیوونه شدم. به من گفت تو از اولم مشکل روانی داشتی و حالا که مریض هستی به دیوونگی رسیدی. پیش بچه‌هات این حرفا رو نزن، گناه دارن، میترسن. بهش گفتم به جان 3 فرزندم قسم که حقیقت رو برات گفتم. شب‌هایی که تو اتاق داخل باغ بودم وقتی صدایی میشنیدی فکر میکردی با خودم حرف میزنم، اما من با مریه حرف میزدم و تنها نبودم. بعد از گفتن حقیقت ماجرا احساس راحتی کردم. بهش گفتم منو ببر به اتاق باغ و خودت برگرد. میخوام چند لحظه‌ای تنها باشم. منو برد و تشکی برام انداخت، منو گذاشت و خودش با ناراحتی رفت. شروع کردم به حرف زدن با مریه. گفتم دلم برات تنگ شده بی وفا، ولی تو نیومدی به دیدن من. شاید برای تو خیلی نگذشته باشه اما برای من 1 عمر گذشت. من رو در حسرت چشمات نذار. با گفتن این حرفا اشک از گوشه چشمام میچکید. چشمو بستم و خوابم برد. هنوز عمیق به خواب نرفته بودم که دست سردی پشت کمرم احساس کردم. همون صدا، همون حس که گفت عمر. فکر کردم خواب میبینم اما دیدم زنی سرتاپا با لباس سیاه جلوم ایستاده. اول ترسیدم و بلند آهی کشیدم اما به چشماش که نگاه کردم مریه بود. به بالینم اومد. بهش گفتم هنوز مثل گذشته زیبا هستی و من همچنان عاشقت هستم. چرا به دیدنم نیومدی بی وفا؟ گفت بعد اینکه از پیشت رفتم چند ماه بعدش زایمان کردم. خیلی سختی دیدم و به عذاب افتادم چون پسر تو رو حامله بودم. اما وقتی طایفم دیدن فرزندم از جنس خودمه اون رو قبول کردم. همیشه بهت سر میزدم و تو رو تماشا میکردم اما تو من رو نمیدیدی. گفت عزیز دلم تو که از این دنیا میری و راحت میشی اما من از فراق نبودنت چیکار کنم؟ گفتم منو بغل کن و بذار
آخرین لحظه ها رو تو آغوش تو باشم. مری اون رو بغل کرد و عمر در آغوش مریه جان به حق سپرد. داستان رو گلتن تعریف کرد و کلمات آخر رو وقتی پشت در اتاق بوده شنیده و برای بار اول صدای مریه رو هم شنیده بود. گفته بود پشت در بودم، چنان جیغ بلندی از داخل اتاق اومد که ترسیدم و فرار کردم. وقتی گلتن دوباره داخل اتاق رفته بود، انگار طوفان اومده باشه، تمام وسایل اتاق شکسته شده بود. این داستان واقعی است و از زبان گلتن بانو نقل شده است.